چند تا نکته مهم در رابطه با استفاده از رانداب. یک، حتما باید زمینتون مرطوب باشه، یعنی قبل از این که سم رو استفاده کنید آبیاری رو انجام بدید. دو، توی تابستون توی زمانهایی که درجه حرارت بالای 30 درجه است و آفتاب شدید است استفاده نکنید. سه، اگر میخواین تاثیر فوق‌العاده رانداب رو ببینید، به ازای هر 1 لیتری که با 60 لیتر آب قاطی میکنید 1 کیلو سولفات آمونیوم هم به اون 60 لیتر آبتون اضافه بکنید. 4، اگر گیاهانی که ریزوم دارن یا ریشه های قوی دارن و چند ساله هستن میخواین از بین ببرید، مثل نی یا قیاق یا جوی هایی که خیلی علفشون بالاست، میتونید برای باریک برگ ها سلکت سوپر یا گالانت هم به این اضافه بکنید و 2 مرحله 7 روز بعد از سمپاشی اولتون یه آبیاری و دوباره با همون ترکیب رانداب و سولفات آمونیوم رو استفاده بکنید تا به صورت کامل علف ارزاتون ریشه کن بشه.